خوش آمدید عزیزان. شما را اینجا غیر غذای لذیذ، شیره و شربت و خورش های گوناگون همچنین عزت و احترام انتظار است. ما همیشه خدمتگزار شماییم. برک با یک جهان سپاس. دوستان عزیز، همین دو روز پیش یک دوست بین‌نهایت گرامی قدرم، آهنگساز معتبر کشور توبیش هلالی به من زنگ زد و خبر خوشی رو برای من رساند. گفت که احسان آمده است. تکرارا احسان به تاجیکستان آمده است. در برنامه امروز احسان را دعوت کردیم و از خنده زیبای احسان الکی درک کردید که برنامه ما چطوری میگذرد. من درودی خودم، درود تهیه‌گران برنامه و درود همه دوستان را بر شما میرسانم و از احسان خواهش میکنم که خودش درود بگوید. آرز جان قند، این جای خوشبختی است که باز هم در برنامه ناگفته های شما چی کلمه مقبول ناگفته ها همیشه ناگفته ها همیشه موجود می باشه. هیچ سخن مکمل نیست، هر وقت ناگفته ها می باشه. دیگه راستی ناگفته ها به خیر سر ناگفته های گپ میزنیم که چی مسائل در ظرف 1.5 سال یا 2 سال که تکراری آمدیم اینجا چی ها واقع شده. همچنان درود به همه شما دوستا که از وطن آواره شده این به هر نقاط دنیا و مخصوصا در این منطقه ها هستین. درود خدا، درود صمیمانه خدا بر شما میرسانم. امید است که شما را یک روز باشه که از نزدیک ببینم. دفعه سیام مرتبه سیام مرتبه. اولین چیزی که من مشاهده کردم به مشاهده من این لاغر شدن شماست. بله. شکم کجاست؟ نه شکم ما در آمریکا ماندیم 2 سال پیش چاق بوده. بله بله. حتی بسیار جالب بود یک دو نشسته که به حساب با دوستا کردیم خدا که رفتم در اونجا دیدم، یعنی باور کنید فکر میکردم که اگه یک دانه پیاله عوام میامدم چپن همیشه در سرش مثل یک میز وار شده بود. بله. خب اولین چیزی که میکنه خانمم بسیار من آزار میته. هر روز صبح که میخست میگفت توی سانمان نیستی چی شدی تو؟ اون از بود و یگانه چیزی کردیم که روز عوض 3 بار غذا 1 بار غذا میخوردیم و پالیش آب. یعنی وقت کافی می داشته باشین تا وقتی که شما میخوابین که غذا حل شد. بدترینش از نقطه نظر ما قسم بوده که مثلا 1 ساعت پیشتر 2 ساعت پیشتر که بخوابین غذای چی بخوریم مفصل بخوریم. اما دل آدم میخواهد که نصف شب در یخدان رو بکشوی و از اونجا چیزی بگیری. یک چیز دیگه هم هست آرزو جان، میفهمم که اگر مثلا روز 10 مرتبه نان بخورین لقمه های کوچک و هم بسیار فایده میکنن که وجود همیشه در فعالیت رو حل میکنه. مشکلی است که اگر یک دفعه همه چیز شما میخورین او بسیار سخت است برای وجود، مثلا سن که زیاد میشه امی سیستم دایجشن میگن، امی سیستم هضمی هم صحیح کار نمیکنه. اونموست که چند کیلو چرب رو پرت کردید؟ خب به حساب پوند من نفهم چند میشه. 206 پوند بودم، حال 185 شاید باشه. 20 این تقریبا چند کیلو است؟ 20 شاید در حدود شاید 8 تا 10 کیلو شاید باشه. 8 تا 10. بله. یعنی فکر کنین هر روز مثل است که شما 10 کیلو را کت خود بگردانین. با زانو با کمر. خیلی گران است. باور کنین خوابم خوب شده. چی که میگن خور که میزنین شما در وقتی که میخوابین. بله. همه یک غذا بیمون. خراس میکشین. خراس میکشین. همش. حالا خراس نمیکشین دیگه. هنوز هم میکشم. یا یکی از ناگفته هاست. احسانی همون هنگام خواب کردن خراس میکشد. این رو هنوز به کسی نگفته بود، اولین بار در برنامه نگفته. نه اون رو من خودم ندیدم، همیشه خانمم میگه مرا. ثبت میکنه چنین برنامه. یک دفعه ثبت کرده بود. بله. ما گفتم نه تو دروغ میگی. گفت خب من یک روز صبح خستم دیدم در بالای سرم استاده شده. گفتم من دیشب گفتی اینو بشنو. مدرک. حالا راستی بسیار خور بلند اما بسیار خطرناک است. در امی جریان خور زدن یا نفس که قید میشه اکسیژن به دماغ نمیرسه. بسیاری کسا که میگن که در خواب مرد به نام سلیپ اپنیا میگن که نفس قید میشه اکسیژن در دماغ نمیرسه صبح بیدار نمیشه.
اما مرگی آسانه. بله بله. مرگی نیست که حاجت از این نیست که خواب میرین هم ترکویی. بله. بله. یگان کسا آرزومندیشه دارن. بی درد بی درد از دنیا برن. بسیاری کسا حتی ما در فارسی میگیم والا بسیار خوب شد که بی درد از دنیا رفت. احسان جان بید راجع به مریضی حرف نزنیم. خوش شما پرسان کردیم. میخوام راجع به زیبایی ها. بله. احسان 2 سال قبل یک مصاحبه داشتیم در برنامه ناگفته ها. بله. این مصاحبه دیگری ما است. در 2 سال فکر کنم ناگفته ها خیلی جمع شدن. تحولات. خب کریر موسیقی یک هنرمند به صورت اوسط 10 سال یا 12 سال بیشتر نمی باشه. بعدش سرپایینی است. یعنی اساسا هنرمند از خاطره ها میره، یگانه چیز که میمونه آثارش میمونه که نه خب برای نسل بعدی و یا چقدر میمونه دوام میکنه. مثلا احمد ظاهر ما شما احمد ظاهر هنوز از حیات خود که زنده تر است. بله. او بسیار یک شکل استثنایی داره و اونمو شروع کار ما در بار اول کامدم با آهنگای آقای تابش هلالی شروع کردیم کاره. حالا میخوایم که بسیار اساسی تر و با سنجش بیشتر پیش بریم این دفعه. در همین حال و هوا میخوام بله یک ترانه شما اجرا بکنید. ترانه اجرا بکنید. ترانه رو پیشکش میکنیم بیننده ها کیف کنند. اوکی. بله. بعداً صحبت رو ادامه میدیم راجع به همکاری های شما با آهنگساز کشور تاجیکستان تابش هلالی. بله. شهر بیگانه و مردم همه بیگانه و من، کوه بیگانه و دریا و صحرا و دمن، نی نسیمی دیگر از کوچه یاران قدیم، نی پیامی ز عزیزان از آن دیر کهن، نی صدای طرب انگیز ز خونیاگر شهر، نی نوای شب مرغان خوش الحان چمن، نی مرا حوصله گفت و شنیده اغیار، نی دگر طاقت هجرت و بخارا و یمن، از پرستوی بهاری خبری نیست که نیست، لانه بلبل پال پر شده از زاغ و زغن، از دیاری خودم آواره در این ملک غریب، صاحب خانمون نیست ولی خانه ز من، از دیاری خودم آواره در این ملک غریب، صاحب خانمون نیست ولی خانه ز من. My heart رهزن و دوست پای کار و اساس خوابیدن، شهروندان همه در خوف، چی مرد است و چی زن، مگر آن پور خراسان ذکر جا خیزد با، شکند شاخه ظلم و کند آزاد وطن، چی شد آن رستم داستان و یعنی داستان که به مردم دهد آزادی و ابراز سخن،
از دیاری خودم آواره در این ملک غریب صاحب خانم و نیست ولی خانه زمان از دیاری خودم آواره در این ملک غریب صاحب خانم و نیست ولی خانه زمان my heart از دیاره خودم آواره در این ملک غریب صاحب خانم نیست ولی خانه زمان از دیاره خودم آواره در این ملک غریب صاحب خانم نیست ولی خانه زمان راجع به همین ترانه معلومات بدهید. بله. کی ساخت، چگونه ساخت، کی ساختید؟ شعر از شاعر بسیار توانای کشور ما که یک سال یا 2 سال پیشتر فوت کردن، خالد صدیق. بله، خالد صدیق همکاری های بسیار زیاد داشته با بزرگان موسیقی افغانستان، از جمله استاد زلاند بزرگ. بله، احمد ولی شعر برشان نوشته میکرد دیگه. برای اماتور برای خود نینواز صاحب که دوست بسیار نزدیک استاد نینواز بودن که همیشه میشیشتن کارهای مشترک چی میکردن و یک کتاب، یک مجموعه را تالیف کردن که این شعر از اون کتاب است آواره که داستان یک کس است که سنش بسیار کلان است، کل چیزا رو بیگانه است برش، هر جایی که میره. اصلا ما ابی خود کلپش میخواستم که خود آقای خالد جان صدیق مضمون باشن خودشان شخصا. احسان جان، مضمونی که در ترانه نهفته است با برداشت های شما، با حسیات شما توأم است؟ بله، عین چیز ما. خب یعنی شما احساس بیگانگی میکنید در هنوز هم باور کنید دمی تاجیکستان، یعنی میال پیشتر که ما آمدیم سلام علیک کردیم ما و شما، بوی مشام وطن بود داشت. بله، اما در اونجا هنوز هم احساس بیگانگی میکنه. اما از اینجا راه تا افغانستان اونقدر دور نیست. نه، بله، 300 کیلومتر، تقریبا 300 کیلومتر، 250-300 کیلومتر یا 125-130 مایل. باور کنین از این سر شهر لس آنجلس تا آخر شهر لس آنجلس میرین 150 مایل. از اینجا اگر بلندتر جور بزنین میشنم از اون سوی آمو. بله، درود به همه دوستایی که اون طرف جنوب دریای آمو هستن. البته خب فرصت برشان چی نشده، بر شرایطی که زندگی میکنن. این داستان تو شروع میشه، دوستای قدیم، یارای قدیم یاد از وا میشه دیگه. این آواز بلبلکا نیست، کلش زاغ و زهن است. بله، آوارگی است. در خانه‌ای که زندگی میکنی خانه از من نیست، برای اینکه راست میگن در آمریکا همه چیز تعلق به بانک داره. این شعر از این به مرحله دوم راجع به مسائل روز است که خب میگه من تو آمدم در اینجا، اما در اونجا چی گپ است؟ میگه که رهزن و دوست همه در کار و اساس خوابیده. اساس فارسی اصل است، در پلیس میگن که اساس خواب برده. شهروندان همه در یعنی خوف، محتسب خوابیده. بله، اساس، بله، محتسب بگوین یا ابو کلمه پلیس که امروز ما پلیس میگیم، کسی بودن که مثلا خب اون کنترل منطقه را به دست داشتن. اساس خوابیده. یعنی این آهنگ مطلقاً بر حالت فعلی مردمی که مهاجر شدن و کسایی که قبلا مهاجر شدن ساخته شده. چند قبل وقتی که طالبان سر قدرت آمدن در افغانستان، بله، نوارهای نشر شدن در فضای اینترنتی. بله، که آنها طالبان سازهای موسیقی رو میشکستند. از هر خانه‌ای که یک ساز موسیقی پیدا میکردند، بله، پاره میکردند، خراب میکردند. بله. عکس العمل شما، واکنش شما؟ بله، بسیار زیاد تاسف آور، بسیار زیاد.
برای که اما یک چیز یک آرزومندی بوده داشت که عمق یک اطمینان داشتیم که موسیقی و هنر هیچ وقت نمیمره. موسیقی مثل یک گل است که در سنگلاخ هم یک دفعه از مابین یک عینق یک درز میبره، رقم خود نشان میده. خب و امی هم که هنرمندا هم که وقتی که یا امی مسائل آوردن قدرت رو به دست گرفتن، هنرمندا همشان از کشور برآمدن، رفتن پس فعالیت‌های هنری خود شدیدتر و موثرتر در ممالک دیگه، در ممالکی که رفتن به حساب اونجا رفتن مهاجرت کردن شروع کردن. همین حال کانال‌های تیوی از آل کده از وقت پیشتر افغانستان آل زیادتر است، زیادتر فعالیت دارن و هیچ وقت یاد نمیتونن، هیچ کنه نمیتونن صدای فرهنگ و صدای هنر خاموش کردن. هیچ امکان نداره. اما چیزی که وقتی که شما میبینین یک آله موسیقی بر ما مثل یک چیزه، یک چیزی که ما بخی عبادت میکنیمش، او را که میبینیم که یک کس میشکنانه دیگه دل ما را میشکنانه. برای که دمو آله موسیقی است که آهنگ ایجاد میشه، او آهنگ ممکن است که نسل‌ها را تغییر بده، امیدها از بین میره و چی را. با شکستن دست بله حسی همدستی مگر میمیرد؟ با شکستن ساز موسیقی بله مگر عشق به هنر، عشق به صنعت میمیرد؟ نه، هیچ وقت نمیمیره. نو این یک چیزای بسیار فیزیکی است. خب اگر آرمونیا را تو مشکرانی، آرمونیا یک جای دیگه هم است، در کل دنیا است. اما خب یک سمبل نفرت است، نه یعنی شکستاندن آرمونیا وقتی که در صفحات اجتماعی میندازن که ما میخوایم که این از بین ببریم. یک چیز بسیار سمبولیک است و یا این کار به خاطر کردن که امو پوینت خدا و مطلب خدا به یک شکل گرافیکی ارائه کنن. باز یک نوار دیگر دیدیم که بله. از طرف طالبا مثلا تلویزیون شکسته می شود. بله. اصلا با روزنامه‌نگاران صحبت میکنند اما تلویزیون رو میشکنند. تلویزیون زد و نقیز کارایشان. بله. از نمو تکنولوژی برای پخش مرام خود استفاده میکنن، اما باز برعکس میرن در خانه ها تلویزیون میشکنن. خیلی از خواننده های معروف و نامدار وقتی که از کشورهای اسلامی بیرون می روند و زندگی را در کشورهای دموکراسی اختیار میکنند، از اونجا برای آزادی وطنشان، برای آزادی هموطنهایشان حرف میزنند، ترانه انشا میکنند. شما چی؟ کاری کردید از خارج برای افغانستان؟ شاید اینمی آهنگ آواره کل داستان بیان میکنه، داستان آوارگی را. غیر از آواره، از آواره فعلا ما چیزی نگفتیم. من یک آهنگ ساخته بودم، افغانیان یاری کنید، زخمی شده جسم وطن باید فداکاری کنید. اینمی آهنگ باز ما بخیر انشالله براتون که هارمونیا چی میکنیم زمزمه میکنیم. افغانیان یاری کنید، زخمی شده جسم وطن باید فداکاری کنید. زخمی شده جسم وطن باید فداکاری کنید. بین چی تنها مانده است خیره به مایان منگرد. بینی تنها مانده است خیره به مایان منگرد. ای بی خبر افغانیان یاری کنید. و این شعرش از چی است؟ شعرش از یک دوست بسیار نزدیک ما، حبیب تسکین، که فعلا در شهر سان فرانسیسکو زندگی میکنه. کامپوز هم از اوست. منتها این آهنگ اول ما در سال وقتای جهاد افغانستان این آهنگ خواندم، اما فکر نمیکنم که این بدبختی بار دیگه باز در افغانستان به و آل راستی پس آهنگ مثل که نو تازه شده باشه. من به حبیب جان سپاس میگویم. سپاس حبیب جان برای این ترانه خیلی زیبا و من از احسان گرامی خواهش میکنم که این ترانه رو برای کل مردم افغان، برای همه بی سرایت گوش میکنیم. افغانیان یاری کنید. افغانیان یاری کنید. زخمی شده جسم وطن باید فداکاری کنید. زخمی شده جسم وطن باید فدا
کاری کنی. بینی چی تنها مانده است، خیره با مایان منگرد. آهسته آهسته زما دل امیدش مکسلد. ای بی خبر افغانیان، یاری کنید یاری کنید. زخمی شده جسم وطن، باید فداکاری کنید. و من یک چیز دیگر هم میخوایم آرزو جان نگاه کنم. سر از اینکه زادگاه من افغانستان بوده، اما من یک سراینده فارسی زبان هستم. بله. با همه فارسی زبان ها تعلق دارم. هر جایی که زمین خداوند است وطن است و هر دوستتان که میبینین اونجا وطن است. تعریف وطن جایی است که یاران و عزیزانتان دورتان باشه. بله. و مخصوصا در قسمت لسان فارسی یا همین منطقه خراسان همشان با هم دیگه کلتور چی دارن، وجه مشترکی دارن. بله. که هیچ وقت احساس بیگانگی نمیکنن. در اینجا هیچ احساس بیگانگی نیست. حتی مشام امی بوی درخت و درخت کاج و مسائل چی کلش با خدا فکر میکنید در پغمان شیشتیم ما. پغمان یا دره سالنگ. دره سالنگ. بله. خوب. بله. در تاجیکستان چند کارهای ایجادی رو انجام دادید با تابش جان؟ در حدود 6 آهنگ دیگه هم تابش جان برای ما کمپوز کردن، تنظیم کردن موسیقیاش که این یک ماه پیشتر کارهای استودیویش، کار تنظیم و مسائل آلات موسیقی یا نواختنش تمام شد. و من میتونستم که من خود اونجا خودم استودیو داشتم، میتونستم که آواز خود بر روی آهنگ ضبط شده بگذارم. اما من زیادتر به اون رسم قدیم استاد نینواز، استاد ترانه‌ساز و میشیشتن که خود هنرمند میشیشتن برای هنرمند میگفتن که خب سر از اینکه شاید خواننده بسیار نامور باشی، مثلا آمد ظاهر باشی یا آمد ولی باشی، اما بازم ما ایجادگر امی پیس هنری هستم. من به می روی هستم که همیشه در اون وقت همتون بود. حالا یک چیز شده که تکنولوژی پیشرفت کرده، کامپوزیتور حتی چهرهش شما نمیبینین، حس کرده نمیتونین که چی میگه. کامپوز ما رقم مکدونالد خو میفهمین شما نه؟ بله. در کلکین اول پول میتین، در کلکین دوم آهنگتون مرگره میگیرین. بله. موسیقی تقریبا یک شکل بسیار مکانیکی پیدا کرده. آهنگ ساخته میشه، روان میشه، در رویش آواز انداخته میشه. حتی با اکثریت وقت هیچ بدل خود آهنگساز نمی باشه. آهنگ آواره بسیار نتیجه خوب داد، به خاطر که خود تابش جان در پیش روی استاد شد. گفت اینی سر با این رقم بخونی، اینی رو به این احساس بخونی، برای از اینکه تصویر قشنگتر تا تصویر خود آهنگ به دست از او بود. خودش ایجادگر از این آهنگ بود و با روی زمین شعر امی آهنگ ساخته بود. در غیر از او آهنگ آواره و 4 آهنگ دیگه که بیخی جدید است و کل شاعرایشان هم اسمایشان فعلا چی نیست، کل شاعرای تاجیکی هستند. بله. از این آهنگ‌های جدید میخوام چیزی پیشکش بکنیم. بخیر، کوتاه بر شما یک 10 ثانیه از هر کدامشان براتون یک زمزمه میکنیم. باور کنید اتفاقا خب ما فکر میکنیم که البته این آهنگ‌ها برای موسیقی مدرنه که رقم با کامپیوتر جور میشه، اما ما وقتی که از اینجا رفتم، وقتی که تابش جان آهنگ‌ها رو برای من روان میکرد، که هارمونیا یک آواز چی میکنم یک مقبول میامد. ابو چی باید ما برام رو بگیرم. من خواهش میکنم بیارین. بروسی پاپکا میگن، فولدر. ولی ما بسته میگیم. خب کوتاه برای شما مثلا به طور مثال آهنگ آواره را خب شهر بیگانه و مردم همه بیگانه و من، کوه بیگانه و دریا و صحرا و دمن، نی نسیم دیگر است کوچه یاران قدیم. در این شعر از این فارسی خالص است، کلمات عربی، رقم شاهنامه فردوسی و رودکی و یار کلمات است که با هوای
شاهنامه فردوسی نشته فارسی خالص. مثلا کلمه اساس، کلمه یل دادستان، یا مثلا خونیاگر شهر، واژه های بله. اعراب رو نمیپسندین؟ از خب متا خوب است که فارسی باشه، چرا میره پس رایج نسازیم ماستاستا. برصورت این یک آهنگ بود. دیگش ای به خبر که چشم نمیرا ندیده ای، از غصه دم مزن چو غمی را ندیده ای، یاد نما ز عاشق شب زنده دار خود، آسودگر به بستر خود آرمیده ای، ای بی خبر که چشم نمی را ندیده ای. یک سیش با وجد اجرا شده، یک سی دیگهش مثلا که شما مثل که زمزمه کده باشین که چی میگین شما؟ زمزمه که با نفس زیاده را. بله. ای به خبر که چشم نمیرا، با در میکروفون نزدیک باید باشین که همه صدای نفس در اجرای آهنگ به بله. با رقم برزیک دی بسیار احساس نهفته است در آهنگ، بسیار عمیق راجع به محبت. احسان جان همین ترانه ها اینقدر غم و غصه دارن در ضمیرشان. نه باز چیزای دیگه شما هست که شعر سپید دفترم تنها تو باش و بس، در کنج سینه اخگرم تنها تو باش و بس، در کوچه های زندگی مگذار گم شوم، راهم تو باش و رهبرم تنها تو باش و بس، شعر سپید دفترم تنها تو باش و بس. ایدیت میگه شعر سپید دفترم تنها تو باش و بس. بله دیگه. واو منتظر میمونیم که این ترانه ها کی نشر میشه. بله این دیگهش یام دش غم نیست، غصه نیست. او ایش کسه چو بهار تازایی ز مسیر دل ربایی، چی سعادت است با تو با دیار آشنایی، سفرت مبارک یار قدمت خجسته فرجام جان، که با خانه دل من تو نفس نفس درآیی، تو بیا بهار گونه با قطار ابر و باران، برهت ترانه ریزم ز فضای با همایی. اترکایسته این فارسی بسیار مخصوص، یعنی باور کنین که ما این یک بسیار برای من عجیب است که یک تچ فارسی تاجیکی است. یعنی بازم منطقه فارسی چی میشه؟ ترانه ها رو شما میسرید و من تش نمیشه. ببینید مثلا تو بیا بهارگونه یک سبک نو شعر است. برای من نو است، یعنی با گونه بهار بیا. با گونه بهار بیا. مثلا باشین مثلا در اینجا سفرت مبارک یار قدمت خجسته فرجام. نه بله یا یعنی انجام خجسته. این چیزها در البته خب شعرهای دی خدا نخواسته من چی نمیکنم، برای من یک چیز نو است. بسیار برای من امی ادای ازی مثل یک چالش نو است برای من. کل مقصد سفر من فقط صوت آواز من ثبت شد با مراقبت استاد تابش. پس من فکر کردم گفتم خب اگر سفر من به تویق پرتم امکاناتش باشه که دمی تاجیکستان کلیپ کنیمش، خوبتر است دمی یک سفر همش تمام شه، حداقل یا 3 یا 4 آهنگش تمام شه، باز میتونم یک 3 ماه بعد میشن آهنگ دیر. حتما 100% من راضیم، چون با این 10 کیلویی که شما پرت کردید حتما باید یک موزیک ویدیو تهیه شود. شما مشاهده کرده بودید خیلی خوب دیگه. چرا برای من چون بسیار تدریجی بود معلوم نشده. نه معلوم است برای شما تدریجی بود، به همین خاطر معلوم نشد. اما من 2 سال شما رو ندیدم. راست میگین. بله احسان جان، بله.
آخرین سوال. بله. خسته نشده؟ نه از برای آخرین سوال، یک سگک داشتین، سگ هست هنوز؟ بسیار خوب گپ زدین. این سگک ما بود. ما اولاد نداریم، ما و سحر اولاد نداریم. این سگک مردم سگ خود در خانه میمانن، هر جای میرن. این سگ دمی هر جایی که بود با خود میبردیم. با سملوت در تیاره بالا میشنیم که خود میبردیم. خورد بود، وزنش 3 کیلو بود وزنش و جسمش هم اینقدر چیزک بود. این بیخی مثل یک انسان وره ما ایره چی میکردیم کدش. هیچ وقت در گردنش حلقه ننداختیم. گفتیم این حق آزادی هر چی که میکنه باید داشته باشه. این قدری رو دوست داشتیم ما. این سگ 16 ساله شد، خراب شد، رفت. گردایش از بین رفت، از پای ماند. باز در امریکا میبرین، باز پچکاری میکنن که خواب میره. دمی دست ما دیگه جان داد بیچاره. همین چشمایش هم تراستاست داد، دیگه چی شد؟ جان دادیم، بغل خود ما جان داد. بعدش گفتیم این رقم خود نمیشه. خانه آمدیم، خانه خالی، هیچ چیز نبود. گفتیم یک سگ دیگه میگیریم. رفتیم یک سگ دیگه پیدا کردیم. بسیار خرد بود. 2 هفته عمرش بود. 2 هفته یا 3 هفته عمرش بود. او مریض شد، در 15 روز وام فوت کرد. مطالعه کردیم که خب یک بازیگاه یک سگک دیگه گرفتیم، جاگزین از او. اما باور کنین که مرگ تاینی نامش بود. تاینی گک برای ما مثل یک اولاد واره. اونم ما زجر کشیدیم با رفتنش. با خانم سحر هیچ وقت قصد گرفتن طفل را نکردید؟ چرا نه؟ در وقتی که عروسی کردیم، البته شاید همین سیستم خون ما، سیستم دی ما با همدیگر تطابق نداشته. هیچ بسیار زد مصرف کردیم که معالجه شود، نشد دیگه. ما سحر دوست دارم که تا 200 سالم باشه و دوستش دارم، باش میباشم. بدون اولاد هیچ کدوم وانایی نداره. اما حالا ببینید تکنولوژی در رشته طب آنقدر پیشرفته است که یک آدمی را جستجو میکنند. بله، مادر بیولوژی، مادر بیولوژیکی. خب البته او را در میان نگذاشتید این مسئله را؟ بسیار برای ما قدرت پولیش را نداشتیم. بسیار قیمت تمام میشد برای ما در آمریکا. بله. و بسیاری وقت یعنی 60% امکاناتش هست که نتیجه نده. سحر خانم البته در زندگی هنری ما بسیار زیاد رول کلان داره. برای اینکه سحر دختر استاد نینواز است و فقط شب و روزشان که هنرمندای رقم احمد ظاهر تیر شده که اونجا می آمدن، استاد هاشم خان، احمد ولی، هنگامه، استاد مهوش، شب و روز در اونجا بودن. یعنی باور کنید یک ذره صدای ما که از سرد ثبت استاد میکنه، احسان بیسر شدی یا ریتم اگه از پیش ما پس و پیش شوه برای میگه استاد بیلای شدی. سحر هم زنم هم خانم هست، هم رفیق، هم اولاد بگوین، هر چی بگوین با یکی دیگه هم تو ارتباط داریم. همیشه در سفر هم سفرم بوده. تا بسیار وقت در تورای هنری که میرفتم سحر همیشه می بود که ما. اما حالا میگن نه نمیتونم، بسیار خسته میشه چون سنا یک زمان سحر اجازه نمیداد که روی استیج ببینه. بله. بسیار جالب قصه است. استاد نینواز مفقود شد، کشتنش. به حساب وقتی که بردنش، حکومت وقت که برد دیگه هیچ قبر مقبره نداره دیگه، بردنش و تا بسیار دیر یا فکر میکردن که شاید در یک جای، یک منطقه دیگه، در یک زندان دور انداخته باشنش که نتونسته که با فامیل خود به تماس، یعنی فکر میکردن که زنده است. بعد با پیش از او احمد ظاهر در پیشرویشان که همیشه خانهشان میاد میرفت قتل شد. سحر فکر میکرد که هر کس که در راه هنر بره کشته میشه و با مو خاطر دیگه هیچ کدوم دلیل دیگه نداشت. گفت که نه. یادم من وقتی که من نو سحر نامزاد شدم، یک روز آمدم در خانه که سحر بسیار جدی ششته، یک هارمونیوم ماندگی بود و در پالیش انگشتر خود انتر مانده ترکی این قصه. این هم چله اونمو چله است. گفت یا ایر انتخاب کو یا اور انتخاب و من اینو انتخاب کردم. گفتم هرچی که تو میگی. بعدش 12 سال کارهای مهندسی و انجینری رو پیش بردم، اما بسیار برام فایده کرد. وقتی که بزنس موسیقی بزنس موسیقی بسیار بزنس موسومی است. یگان دفعه که نمی باشه، بزنس نمی باشه، من بیشتر میتونم کارهای انجینری پیش برم. نظر به تجاربی هم بود 10 ساله که ما کار کردیم با انجینیر. هنرمند اگر از
هنر دور باشد، بله از میدان هنر دور باشد، شبیه یک انسانی هست که از وطنش دور می رود و بله. سر به غربت می زند. راستی همین تشنگی بوده. بله و بازگشت شما به میدان هنر این بازگشت بله. همون غریبی هست که به وطنش برمیگرده. بله راست میگید و مخصوصا با همین هوای نوی که پیشتر راجبش بحث کردیم یا کردیم که آهنگای استاد تابش البته اینمی یک فضای بزرگتر داره از موسیقی پیشتره که ما پیش می بردم، یک امکانات بیشتر در وجود داره که شاید دوام زندگی هنریم بیشتر شود. شاید بازم مربوط قضاوت به دوستایی هستند که به اون طرف دوربین کامera قرار دادن و مرا میبینن. بازم به محبت شما و به سپورت شما ضرورت داره. اینجا برنامه رو به انجام میرسانیم. با احسان جان برای رکورد تمنا میکنیم. دیگر احسان افغانستان نیست، احسانی است که متعلق است به دنیا. من خوش تشکر بسیار. بله. آرزو جان تشکر بسیار. صحتمند باشید، از سلامت لطف باشید. شما و از مهربانی شما. خداحافظ. خداحافظ شما. ин чӣ калима аст? аз кадом забон омадааст? инҷо чӣ маъно дорад? ба ҳамаи саволҳо аз важаҷу нуқтати ҷ ҷавоб пайдо кунед.